داستان حجاب در عرب سابقه نداشت. زندگی میسر نیست با این حجاب. به شرحی که واقدی آورده است که قدیمترین مورخان اسلام است، میگوید که اعراب می آمدن به زنای پیغمبر نگاه میکردن. عمر می آمد و حس غیرت شارع اسلام رو تحریک میکرد. شب تاریک پشت منزل این زنان میرفتن برای قضای حاجت بیرون، پشت در میستاد، میگه آقای حفص تو هستی؟ آیش خودتی؟ میگفتن بله. یعنی به شوهر اونها بگوید که اینا زنشون تو تاریکن پیدا کی به کی هست. و بعد آمده و نشسته و انقدر حرف زده در باب این داستان که آقا اینا که میشینن خانمای شما، دست این عربا مالیده میشه به دستای زنای شما و نگاه میکنن و شما متوجه نیستید و اینها، تا سرانجام هم جبرئیل وارد کارزار بشه. دیگه شما میدونید ترتیب کار چگونه است. جبرئیل آیه می آورد که اینها بایستی که صورت بپوشنن برن پشت جدا بشون از زنان. ماجرای گرفتاری و بدبختی و ادبار از اونجا بوده. زنده به گوری زن عرب نمی کرده، زنده به گوری رو اسلام آورده. زنان جوامع اسلامی زنده به گور هستن، امروز هم زنده به گور هستن. اگه عرب پیدا می شد به صورت خیلی شاذ و نادر که یک عربی چنین جنایتی بکند، بقیه زنها آزاد بودن آقا. اما قوانین جهان شمول الله که آمد، همه رو بکنید در گونی سیاه. یک زن بزرگ هم دیگه پیدا نشد در همه اسلام. در تاریخ نگاه کنید، اگر یک زن صاحب نام پیدا بشود، همین مربوط به قبایل ترک هست و اینها که عشایر در واقع که زیر بار این چیزها هرگز نرفتن و نمیرن.